من این 53 ساله که البته تو همین سین سال از اومده رستم انشالله. این 53 سال حیاتم من 24 سالش در فقط در خواندن صرف کردگی. 24 سال همین حیات. 10 سال مکتب میانه در وقت СССР خواندگیم با بهای اعلا. 5 سال در دانشگاه خواندگیم معلومات عالی یکم گرفتگیم. با در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان کالج در دوشنبه خدمت کردگیم. دیپلم سرقتی 3 سال در اونجا خواندم. 4 سال در روسیه خواندم دیپلمی چی گفتم کالج مدیسینسکی. 1 سال در دوشنبه چی شدم کورس ترکی در 1 سال اونجا کورس ترکی خواندم 20 سال. با در چچنیا بودیم. در چچنیا کورس های حجامه خواندم. کورس کسمتیچسکی حجامه لچебный حجامه і گیوتراپیا. در دوشنبه کورسی مساج خواندگیم. شفیاری خواندگیم. کامپیوتری وقتی که با چی میگن دیگر با کورس هم خواندگیم. غیر اینا کورس هایی که مثلا غیر دوزندگی رو من نقض نمیدیدم. خیلی چیزایی که برای خود در کارهای دختر میتونم الحمدلله. مادرم دوزنده بود. چی میگن خون به خون میگذره. لیکن دوزندگی خواندگی نیستم. غیر دوزندگی هم چیز دیگه کورسای خواندگیم الحمدلله. انا میگیم که همه اینا رو جمع کرده حساب کردگیم 24 سال حیاتی من در همین علم آموزی گذشتگیه. 24 سال حیاتم. از 24 مثلا 53 24 بگیرین چند قش میمونه؟ 53 24 بگیریم 20 چند تاش میمونه کنیش شما حساب کنین. قمانده یعنی این حیاتی من مثال در چی گذشتگی در شوهر کردن در خدمت شوهر غیر 24 سال حیات. کودک تولد کردن تربیه فرزند مثل که خدمت پدر مادر خدمت خواهران در اینو گذشتگی. غیر 24 سالی که من علم آموختگیم علم گرفتگیم. برای همین میگن که به قدر زرگر میرسد. هر کسی که در همین چی میگن آدیتوری من هست تماشا میکنن کسی که با معلومات است معلومات دارد خب معلومات دینی دارد دنیوی دارد من رو درک میکنم میفهمد که همین زن با منفیتی ما گپ میزنه منفیتی مثل که هموطناش مثل که هم دیناش گپ میزنه. ما در یگان چی میگن ویدیوم گپی پست بلند گپ نمیزنم برای آنکه ممکن نیست برای ممکن نیست برای که من یکمش که مسلمان هستم دیگه‌مش که من تاجیک هستم نمیخوام که آبروی تاجیکای در اونجا میسو که پس کنم نکردم و نمیکنم من نخواهم کرد خدا خواهد. سیمش که مادر هستم با آموزگار مثال یک شاگرد میگم شاگردام مرا در مثال یوتیوب تماشا کنم میگه معلممون سر ویران شده سین سالش رفته گپای پس بلنگم میزنه. کوشش میکنم که کسی پس بلنگم نزنیم برای که ما مسلمان هستیم. مسلمان از غیر مسلمان با چه فرق میکنه؟ با آداب با رفتار با انسان معامله خوب. ما که معامله خوب نکنیم بعد چه فرق میمونه بین مسلمان و غیر مسلمان؟ در یک مصرع شعر آن از دیده دومات نکرد بگم شما یک مصرع شعر کد از دینی میگه که مشکل کشایم قرآن هست راهنمایم قرآن حاجت براری من اوست رحمت نثاری من اوست من خواهم از خداوند قرآن دیت مرا پند غیر قرآنی بر من آورد نادانی. همین معنای مصرع شعر چیه؟ کسی که مثلا که از قرآن با خبر است آیت از یاد میداند مثلا نماز میخواند روزه میگیرد با خداوند رابطه دارد هیچگاه او با یگان کاری ناشایم دست نمیزند به کسی گپی ناجو گپ نمیزند از سبب چی میگن آزردگی و رنجیدن کسی نمیگردد. یکو سخن دانسته گوی تا دوست رو دشمن نشماری. باید که ما سخن بگیم که تا اینکه دوست به خود دشمن نکنیم و دشمن از سخن ما باید شود با ما دوست شود و ما رو مثلا که بد نبیند. برایش میگن که سخن شیرین ما رو از خانهش بیرون برآورده است. چقدر ما در مسائل طلایی داریم هم در مسائل عجیب داریم که ما اون رو اگر که مثلا که در حیات خود استفاده بریم هیچگاه ما با کسی سخنی پست بلند گپ نمیزنیم و سبب آزاری کسی نمیشویم و به عزت نفس کسی نمیرسیم.